سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 22 دکبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. ERS نرخ رای پولکی دوشنبه خوجند چنوق را از 50% تا 2 مرتبه بالا برد. ویدیوی تغییر یک دختر از سوی همسنفانش همه را به شوک انداخت. سخنرانی باقر در میتینگ خورخ یگان قدم عقب نمی نشینیم. تقدیم جایزه های شهروندی سال 2021 به 12 فعال تاجیک. مصادره 2 کیلو گوشت قیله از یک مسافر تاجیک در فرودگاه اکاترینبورگ. بازداشت ساکن خوجند با 8600 دلار قلبکی. یک نابالغ در وحدت یک مرد کلانسال را 6 کارت زده است. و اکنون تفصیلات خبرها. شرکت IRS که از سال 2009 مسئولیت نگهبین و پولچینی در شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه رای پولکی تاجیکستان را در دست دارد، روز 22 دکبر اعلام کرد که از 1 ژانویه سال 2022 نرخ تعرفه‌اش را در این شورا به طور قابل ملاحظه بالا میبرد. از جدول نشر کرده شرکت برمیآید که نرخ‌ها دست کم 50% در بعضی پلازاها از جمله در پلازای ورزوب تا زیر 70% و در پلازای دیموی حتی 2 مرتبه بالا برده می شوند. حکومت تاجیکستان سال 2009 با امضای یک قرارداد تا حال سری با شرکت قبلا هم از آن ناآشنای با نام ERS مسئولیت نگهبین و پولچینی در شورای دوشنبه خوجند چنوق را بعد برپایه قریب 300 میلیون دلار پول قرض قطاع بازسازی شدن این شورا به این شرکت سپرد. ERS در یک منطقه افشاری در جزیره های ویرجینیا ثبت نام شده است و اسم مالکشان را تا حال نشر نکرده است. برخی منابع میگویند ERS به جمالالدین نورعلیف داماد پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و شوهر دختر دومی او و رهبر دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان تعلق دارد. اما جمالالدین نورعلیف که قبلا معاون اول وزیر مالیه بود و حالا معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان است، به وی تعلق داشتن این شرکت را رد میکند. ERS در توضیح سبب‌های به شدت بالا بردن تعرفه‌های رای پولکیش با نگهبینی این راه مبلغ گذاری کردن 10 میلیون دلار، خریدن 210 عدد تکنیک و مکانیزم، ساختن کارخانه‌های اسفالت و امثال این را مثال آورده است. ERS تاکید کرده است که در این مدت سطح تورم 130% بالا رفت، ولی آنها با نظر داشت سطح زندگی مردم تعرفه‌ها را تا این حد بالا نبرداشتند. ERS این را هم ذکر کرده است که تعرفه‌های نو را خدمات ضد انحصاری تاجیکستان تصدیق کرده است. در اینترنت ویدیو سخنرانی محمد باقرov معروف به باقر، یکی از لیدران غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان، در میتینگ اعتراضی در شهر خورخ نشر شده است. اعتراضات در میدان مرکزی به نام اسماعیل سامانی شهر خورخ در پی مرگ گلبدین زیوبکوف، یک ساکن ناحیه روشقله، در پی بازداشتش از جانب مقامات سر شده از 25 تا 28 نوامبر دوام کرد. باقر در نزد اعتراضگران 28 نوامبر در روز آخرین تظاهرات سخنرانی کرده است. او به زبان شغنانی، یکی از زبانهای پامیری، سخنرانی میکند و تنها در یک جا عباره روسی نشاگون نزد را به کار میبرد. پامیر دیلی نیوز، یک پایگاه خبری که رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند، ترجمه سخنرانی او را نشر کرده است. شما هم دیدید که در این روزها در اینجا چه کارها گذشت. جسدهای دادرای ما در اینجا بود. قسم به خدا یگان قدم عقب نمیمانیم. بگذار 20 نفر ما را بکشند، ولی فرزندان ما نباید غلام آنها شوند. وای آن پدری که به فرزند بگویند که پدر تو خواهیم بود. ما نباید مورد مسخره فرزندانمان قرار بگیریم. آنها نباید غلام شوند. صرف نظر از آن که کی را میفرستند، این همه دروغ است. این همه چیزی که ما در این 3 روز دیدیم، ما از اینها نمیترسیم. مقامات قدرتی تاجیکستان لیدران غیر رسمی بدخشان را سرکردگان گروه‌های متشکل جنایتی نامیده به تشکیل و رهبری ناآرامی‌های اخیر از جمله اعتراضات ماه نوامبر در خورخ ایبدار می‌کنند. اما بسیاری‌ها در بدخشان مطمئنند که یک هدف اساسی مقامات قدرتی محمد باقرov، یکی از پرنفوذترین لیدران غیر رسمی این ولایت، باقی می‌ماند. باقر در محله برخورخ زندگی می‌کند و گروه‌های اساسی طرفدارانش نیز در همانجاست. هنوز تا حادثه‌های اخیر روز 14 اکتبر سال جاری باقر در یکی از پاسگاه‌های شهر خورخ بازداشت شده بود.
ولی طرفدارانش به آنجا رسیده او را از دست میلیساها کشیده گرفتند. گفته میشد که در جریان مناقشه طرفداران باقر و کارمندان مقامات یک افسر میلیسا را با تبر زخمی کردند، ولی آن وقت طرفدارانش توانستند مانع بازداشت باقر شوند. حادثه تیوی کانالی که با نشر ویدیوهای پرسر و صدا نام برآورده است، ثبت لحظه تغییر یک دختر خواننده مکتب را نشر کرده است. در ویدیو همه با زبان تاجیکی حرف میزنند و چند پسر یک دختر همصنف خود را که به جثه از آنها خیلی خرد است و از خودش حمایت کردن نمیتواند در یک کنج صنفخانه تنگ کرده اول در سرش چند تخم را زده میشکنند و سپس به سرش مایونز و کیچوپ هم میریزند. همصنفان دیگر از جمله دختران این لحظه ها را با شور و شوق و خنده تماشا میکنند و با تلفن های خود به نوار میگیرند. کسی به این بدرفتاری پسران دخالت نمیکند و دختر بیچاره را از دست آنها خلاص نمیکند. تنها در اول سب صدای یک دختر دیگری میاد که در پیش کورتکه‌خانه. منظورم این بود که این کار را در نزدیکی جایی که کورتکه‌های خوانندگان صنف آویخته شده است انجام ندهند تا که مبادا تخم مایونز یا کیچوپ به کورتکه‌های آنها برسد و به قبل لباسهای آنها را جزیر کند. کسی فکر این دختر را نکرد که آیا چنین تعقیب نسبت به یک انسان رواست؟ وقتی که پسرها عمل خود را به انجام رسانده از خود راضی و قانع از نزد آن دختر دور شدند، آن بیچاره با سر و موی پر از تخم و کیچوپ و مایونز در حالی که گریه میکرد حرامها گویان به طرف در رفت. همصنفانش حتی دختران همچنان به حال او میخندیدند. سبب چنین مناسبت به این دختر معلوم نیست، ولی دهها نفر در زیر این ویدیو رفتار آن پسران و بی‌طرفی دیگر همصنفانش را به شدت محکوم کرده از مقامات خواستند تا نسبت به این بدرفتاران چاره‌های قانونی بیاندیشند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. شام 21 دکبر در مهمانخانه سرینا در دوشنبه مراسم تقدیم اولین جایزه‌های شهروند سال دایر شد. این اولین جایزه است که ائتلاف بانوان ژورنالیست تاجیکستان با دستگیری اینترنیوز برگزار می‌کنند. آن به 12 نفر داده شد که رفتارشان نمونه شجاعت شهروندی گردیده در دگرگونی‌های مثبت در جامعه تاثیر چشم‌رس گذاشتند. اولین شده رضاکار جوان یکی از فعالان شهر خاروخ کامیار میرزایف به تالار خوانده شد. دعوت او را برای تعمیر بیمارخانه صاحبکاران، شخصیت‌های معروف و مردم عادی دستگیری نموده بیمارخانه تعمیر و با همه چیزهای ضروری تامین کرده شد. پس از آن دلربا صمد و شهروند سال طبق فرضیه رسانه‌های تاجیکستان دعوت شد. ضمناً ذکر گردید که بهار سال جاری وی به ساکنان منطقه نزاد در مرز با قرقیزستان که به سرپناه مانده بودند کمک رسانید. با شرافت او و چند نفر فعالان دیگر جامعه شهروندی از تمام مناطق کشور به آسیب دیدگان کمک جمع‌آوری شد. انخیت سیمیدینووا نیز به این جایزه سرفراز دانسته شد که پس از برگزاری ده‌ها ملاقات توانست در یکجایگی با دوستان و پشتیبانی جامعه به بیرون آوردن 167 دختر و زن از مناطق درگیری‌های افغانستان موفق شود. زلفیه رحمتووا نیز برای موضع‌گیری فعال شهروندیش در بسیار مسائلی که برای جامعه تاجیکستان اهمیت دارند صاحب جایزه شد. لاله نصرالدینووا نیز شهروند سال دانسته شد که با موقع فعال شهروندی خود جامعه را به شنیدن و قبول کردن معیوبان همچون عضو کامل حقوق جامعه دعوت می‌کند. در بین برندگان جایزه اینچنین اینها بودند: حامی حقوق گلچهره رحمانووا که یکجا با دستش با کودکان عمل کرده‌اش و مخالف قانون کار می‌کند، الینا بخاریووا که در محافظت حیوانات بی‌صاحب و بیخانه حصه بی‌اندازه می‌گذارد، نوروز آدینایف نه تنها حقوق شناس بلکه اکولوگ، فعال حفظ محیط زیست و خادم فعال جمعیتی می باشد. دیرکتور تئاتر کانبادام غیرت قادروف که برای موقع فعال شهروندی در سال 2020 کارگردان جوان تاجیک منظرعلی شیرعلی برای فیلم سربار جایزه گرفت. جایزه اینچنین به موسیقیچی شاهین قربانوف که فعال محیط فرهنگی دوشنبه، متصدی و مؤسس اتحادیه ایجادی موزه که از سال 2020 این جانب وجود دارد، مؤلف جشنواره موسیقی الکترونی و ایجادی که سال دوم در کوسار زیر آسمان کشاد با موفقیت گذرانیده می شود نیز تقدیم شد. جایزه مذکور به دلیر امام علی، روزنامه‌نگار و مؤلف محفل مطبوعات رادیوی وطن نیز سپرده شد.
او با گزارش‌های دلیرانه و پخش مستقیم در موضوعهای داغ معروف است. در فرجام مراسم به متخصص معروف غربی در ساحه ویروسشناسی دکتر آرش علایی برای کمکش در دوره پاندمی کرونا ویروس اظهار سپاس کرده شد. اداره روسخلخوزنادزور ولایت سوردلوفسک روسیه خبر داد که روز 21 دکامبر کارمندانش همراه با کارمندان گمرک فرودگاه کالسوو شهر یکاترینبورگ هنگام تفتیش باگاژ مسافرانی که از تاجیکستان می آمدند از یک کوشش به قلمرو روسیه وارد کردن محصولات ممنوع جلوگیری کردند. یکی از مسافران در باگاژ دستیش میخواست توسط فرودگاه کالسوو 2 کیلو و 150 گرم گوشت در خانه پخته شده را به مرز روسیه وارد کند. به قلمرو اتحاد گمرکی در آوردن چنین محصولات از ماه ایون سال 2010 منع کرده شده است. گفته می شود در اطلاعیه روسخلخوزنادزور ولایت سوردلوفسک این نهاد می گوید که 2 کیلو گوشت قیله مسافر تاجیک را با مقصد پیشگیری از پنج شدن بیماری های سرایتی خاصه هم حیوانات و هم انسان ها به قلمرو روسیه مصادره و نابود کردند. مسافر تاجیک باشد بر علاوه از دست دادن هدیه از خانه آورده‌اش همچنین بر اساس ماده 108 کودکس قانونشکنی های مأموری روسیه به جوابگری مأموری کشانده شده جریمه بسته شده است. مقامات روسیه چند سال باز واردات محصولات غذایی از کشورهای دیگر از جمله از کشورهای مهاجرفرست آسیای مرکزی را منع کردند. روسیه از 1 اپریل به پرواز مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان اجازه داد و از آن به بعد پیوسته درباره مصادره محصولات چون شیر و جرغات و قروت، عسل و چهارمغز و مویز، نوس و حتی گشنیش و زیره از مهاجرانی که به روسیه می آیند خبر می دهد. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. مرکز مطبوعات اگنتی نظارت مواد نشه‌آور تاجیکستان خبر داد که کارمندان این نهاد روز 9 دکامبر در حدود شهر خوجند ولایت سوخت ساکن کوچه گگارین این شهر حمیدوف عبدالرحمن عبدالحمیدویچ سال تولدش 1984 را با اتهام به معاملات برآوردن اسعار خارجی قلبکی دستگیر کردند. هنگام از نظرگذرانی شخصی از عبدالرحمن حمیدوف 86 عدد کپیورهای $100 ایالات متحده آمریکا گرفته گرفته شده است. مبلغ‌های مذکور به معیارهای تکنولوژی تیارکنی و به کپیورهای در معاملات بوده اصلی موافقت نکرده با طرز و اصول چاپی کامپیوتری تکنولوژی رنگ تیار کرده شدند. معین کرده شد که حمیدوف عبدالرحمن 86 عدد کپیورهای قلبکی $100 ایالات متحده آمریکا را از روی مصلحت پیشکی با شخص به تفتیشات نامعلوم با نام سلیم با مقصد به معاملات برآوردن به دست آورده است. گفته می شود در اطلاعیه اگنتی مبارزه با مواد مخدر نسبت به شهروند حمیدوف عبدالرحمن بر اساس ماده 281 قسم 2 بندهای ا و ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام تیار کردن و به معاملات برآوردن مقدار بزرگ پولهای قلبکی از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. به حمیدوف بر اساس این بند قانون همچون جزا از 8 تا 12 سال زندان تهدید می کند. نابالغ 17 ساله ساکن شهر وحدت به آن گمان بر می شود که شام 20 دکامبر تخمیناً ساعت 17:30 جوان 23 ساله ساکن همین شهر را لطکوب نموده او را 6 ضرب کار زده است. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا نابالغ 17 ساله ساکن شهر وحدت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت اوباشی دستگیر کرده شد. نامبرده 20 دکامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 17:30 جوان 23 ساله ساکن همین شهر را لطکوب نموده با کارت 6 مرتبه به عضوهای بدنش زده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا نابالغ 16 ساله ساکن ناحیه اسپیدامن با گمان معاملات غیر قانونی مواد پیراتکنیکی دستگیر کرده شد. هنگام کوفتوکوف شخصی از نابالغ 12500 دانه مواد پیراتکنیکی دریافت و گرفته شد. عاید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 199 علاوه 1 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور
ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи тоҷикистон, хабару гузоришҳои бештар аз тоҷикистон ва дар бораи тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабари бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.